سلام خدمت آقای دایی بازیکن ارزنده تیم ملی ایران. خیلی ممنون که امشب برنامه 90 تشریف بردین. آقای دایی نظرتون در مورد نرفتن ایران به جام جهانی 2002 و اینکه آقای دایی الان خیلی توهینا رو دارن تو ورزشگاه به شما انجام میدن چیه؟ سلام علیکم. گوه خوردن توهین میکنن آقای فردوسی بود. به تخمم هم که تیم ملی به قولی نرفت دامدانی. آقای فردوسی بود زمین بگم به من میگه دایی به قولی 80% باید برفته. دایی باید مادرش گایده بشه. چطور اینا باید بشه؟ آقای فردوسی بود من این سوال از شما دارم. آقای فردوسی بود به شما بگم مادرتو گایدم چیکار میکنی؟ نه بهت بگم کستنه چیکار میکنی؟ آقای فردوسی همین توی کسکش منو گایده دیگه. زیرا به منو تو برنامه 90 میدن دیگه. کسکش فکر من تو بایر مونیخ هم نمیستم چیزالو خبلا میلته بلادر. کیرم نهنه آقای برای مقدار دهن ما فکر من نمیدونم نمیخواد سوال کنی. تو همین توی کسکشی زیرا به منو میزنی جلوی من خایمالی میکنی. کسکش کیرم دهنت. چرا اینجوری میکنی آقا زیرا به منو میزنی؟ من فوتبالیست